همه گرد موسفید جمع بودن. موسفید رو دلبرداری میکردن، همدردی بیان میکردن. زیرا 60 سال میشود که با همسرش زندگی میکرد در یک بالین و امروز همسرش را از دست داد. برایش بسیار دردناک بود که سرش خم، آبهای دیدهش گاه همون نفرایی که اطراف بودن او را دیده همراه او می شدن، می گریستن. آدم کمتر شد. می گفت دستش رو گرفتیم، گفتیم بابا همدردی ما را قبول کنید. در حقیقت بسیار وزنین است. 60 سال همراه بودن و امروز از دست دادن. موسفید گفت گریه من برای این نیست. از شما یک خواهش دارم، در حق همسرم دعا کنید. خوب بابا چرا نه، دعا میکنیم. زیرا بسیار انسان خوب بود. 60 ساله که همراه زندگی میکردیم. من یک عادت داشتم، گفت موسفید. همین بگاه که میشد تا پایهایم را مالیش نمیکرد، خوابم نمیبرد. همین عادت در من نشسته بود که هر بگاه کمپیرم پایهای ما را یا مساج میگوین، محس میگوین، محس میکرد، مالیش میکرد، بعد خوابم میبرد. کمپیر بیچارم در همین 60 سال حتی مهمانی که میرفت شب خواب نمیرفت، که میگفت موسفید آنجا تنها است و به این خوابش نمیبرد. شب خواب نکرده می آمد، میگفت نزدم. همین طریق 60 سال گذشت. بگوت بیمار شد، طبیب آمد، دکتر آمد، دیگر هر چی که بود کرد، اکول کرد و دیگر. من یک لحظه غنبم برده بود و از خواب خیزم که هنوز بر وقت است. بینم گفت خوابتان نبرد؟ گفتم بیدار شدم. کشال کشال نزدم آمد، سر پایهایم نشست. گفتم تو بیمار هستی، چیکار میکنی؟ گفت نه، نمیخوام عادت 60 سالم را ترک کنم. از روی عادت بیمار بود، بزور کشال کشال آمد میکرد نزد پایهایم تا که مرا خواب برد. پایهای مرا مس کرد، مرا خواب برد. گفت صبح که از خواب برخیستم بینم روی پایهایم خواب است. خجالت شدم، گفتم زنک کمپیر. وقتی از جایش جنبانم بینم جان به حق سپارید است. همون بگاهی که مرا خواب برد است، در همونجا جان به حق سپارید است. به خاطر این موسفید آب دیده می کرد. این زندگی یک انسانی عادی را برای شما که یک درس بزرگ است که امروز چندین جداشوی ها بین عائله ها میبینی از پس یک چیزی کوچکی هست که حتی خنده آور است. و اون گونه که مادری که نزد ما آمد گفت دلوار میخواهم کلین و پسرم و کلینم را نصیحت کنی. گفتم این طور نگوید، شرم میدارم. ما کجا و نصیحت کجا؟ همین خدر ویها استادگی استادها. گفت آنها تو را تماشا میکنن، گوش میکنن، التماس خواهش. وقتی که معماشون را شنیدم راستی گفتم که به نهایت دردناک است که چرا بعضا مادرها دخترای خود را به زندگی تیار نمیکنن. وزنین بودن را، این یک موضوع دیگر است. خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد و برای همه ما همسری صالح بدهد.